جهانبخش نورینوف 3 سال اخیر در این خوابگاه زندگی کرده است و حالا دانشگاه ملی می‌خواهد این جوان اتاق زیستش را خالی کند. عالم جوان میگوید مشکلات خانوادگی امکان نداد رساله‌اش را در 3 سال حمایت کند. ما از سببی که در مرافع سود در شهر پنجکند باید اشتراک کنیم حجت‌گذاری به بند هستیم، ما عریضه در استفسارات ناحیه سینا عریضه وارد کردیم که موقتی همین در یک مدت همین دعواها یا هم پرونده چی گرایجانی بحث گرایجانی باز داره. ما وارد کردیم عریضه، حلنامه ما برآمدگی نیست تا امروزه. اینا باشه میگم حلنامه برآمد، من میگم حلنامه بیار نشان ته نه می 1 ساعت پس باید برآیم. جهانبخش ختم کرده دانشکده زبان‌های به نام ساتی ملوخ‌زاده است و 3 سال پیش برای تحصیل در اسپیرانتور دانشگاه ملی را انتخاب کرد. مسئولین دانشگاه میگویند به جهانبخش گذاشت کردند ولی دیگر نمیتوانند. من معلومات ندارم درباره رساله نامزدش برای که مراجعه نکرده است. 3 سال دوره تحصیل در اسپیرانتور پر استفاده بردگی است. در سال 2015 ختم کرد اسپیرانتور را. 31 دکتر 2015. خب تا امروز کار پیشنهاد نکرده است برای محاکمه با کافدرا. که این اسپیران وقتی که 3 سال استفاده برد دوره تحصیل در اسپیرانتور را، خب سال سوم رساله را با کافدرا پیشنهاد بود که رساله آماده شده برای محاکمه. مثل جهانبخش دانشگاه ملی تاجیکستان امسال 25 اسپیرانتی ختم کرده را به دادگاه کشیده است. این افراد که با ختم اسپیرانتور از حق اقامت در خوابگاه محروم شدند نمیخواستند از اینجا بروند. ما اول با طریق و مکتوب به شعبه کارهای داخلی ناحیه سینو مراجعت کردیم و بخشون چند بار با طریق خطی 2 بار 3 بار مکتوب کردیم، خواهش کردیم که مهلت شما با انجام رسیدن شما خوابگاه مذکور خالی نمایید. سرکشی کردن که ما جا نداریم کجا بریم. در این حالت ما مجبور شدیم بعد سود مراجعت کنیم. بعد سود ناحیه سینوی شهر دوشنبه در تاریخ 2 ایول سال 2016 مراجعت کردیم با 25 اسپیرانتی که مهلتشون گذشته هستند، به حجت هستند. 20 پژوهشگری جوان خوابگاه را الکی ترک کردند. مسئله 5 نفر دیگر مثل جهانبخش حالا در بررسی است. باری اول است که دانشگاه ملی برای بازپس گرفتن خوابگاه از اسپیرانتانی ختم کرده به دادگاه مراجعت کرده است. صاحب نظران میگویند شرایط مالی به جوانان امکان نمیدهد خود را پر به علم ببخشند. برای همین هم از دانشگاه و هم از خوابگاه رانده میشوند.